که من تو اخبارم که خوندم چند نفر رو کشته بودن. حالا پسرها به عنوانی که مثلا با دختر رو دوست بشن، دختر گولشون میزنن و میبرن، حالا یا ازشون دزدی میکنن یا به هر حال کارهای دیگه. ولی باید بدونید که شهر کاملا خطرناکه. دو قسمت قبلی که تازه وارد کلمبیا شده بودم گفتم این شهر خطرناکیه و چند تا قدر در هفته برای توریستا که عمدتاً آمریکایی هستن اتفاق میفته. خلاصه شبا بیرون نمیرم و سعی میکنم حواس جمع باشم. حوصله‌ام سر میره بعضی وقتا، ولی دوستم این کشور و این فرهنگشو بیشتر بشناسم. اینجوری بگم همه چی تو خیابون هست، هم دختر هم پودر سفید و چیزای دیگه، ولی امکان داره آخرین بارتون هم باشه. در این شهر آزادی هست ولی ریسکش زندگیمه. سعی میکنم خطر رو به کمترین حد ممکن برسونم و سالم برگردم خونه. کشوری که من این سری توش حضور دارم کاملا متفاوت با کشورهای دیگه است. اومدم یه قاره جدید، کشور جدید. هممون اسم تا حالا کلمبیا رو زیاد شنیدیم ولی راجع به شهرهای اینجا چیزی نمیدونیم. من خودم اطلاعات زیادی نداشتم، واسه من خیلی جلب توجه بود که به اینجا سفر کنم ببینم چجوریه. اولین چیزی که خیلی آدمو برای جلب توجه میکنه اینه که آدمای کاملا خونگرمی دارن، ولی کشور فقیریه. خیلی بی خانمان هستش و خیلی افرادی هستن که مثل همین الان تو بازارش که من از آن حضور دارم همه دست فروشن.
همونطور که میبینید کوچه پس کوچه های این شهر در اولدتاون یا همون مرکز شهر قدیمی خیلی قشنگ و زیباست و پر از کافه و رستوران های مختلفه و هرچی این خیابونا رو به سمت بالاتر میریم، به سمت اون کوهی که پشت سر من میبینید میریم. رسیدن به اون کوه با تلکابین مقدوره و پیاده هم حدوداً 2-3 ساعت راه هستش که من انتخاب من بیشتر فکر کنم تلکابین باشه چون پا به سن گذاشتم. به خاطر تاریخ اعتراضی که کلمبیا و شهر بوگوتا داشته، تمام پایتخت پر شده از طرح‌های گرافیکی که تمام خیابون و حتی موزه‌ای که من الان توش حضور دارم هم می‌بینید. و یه نکته جالب راجع به موزه های اینجا اینه که موزه هاشون ورود بهشون کاملا مجانیه و لازم به تیکت خریدن نیستش، برعکس کشورهای اروپایی که برای ورود شدن به هر موزه‌ای باید تیکت بخرید. اینجا تا جایی که من حضور رفتم لازم به خریدن هیچ تیکتی نیستش. راست جای زیادی برای دیدن اینجا نیستش. شهر بوگوتا یه شهر کاملا اداریه، یه شهریه که اصلا توریست نمیادش. ولی یه شهر دیگه هستش حدوداً در فاصله چند ساعته تا اینجا، شهر مدلینه که بیشتر به شهر پارتی و مردم برای خوشگذرانی بیشتر اونجا میرن. اگه قصد سفر به کلمبیا رو دارید باید چند تا چیز در نظر بگیرید. اینجا که شب بیرون نرید چون شب واقعا خطرناکه. من تو اخبارم که خوندم چند نفر کشته بودن. حالا پسرا به عنوانی که مثلا با دختر رو دوست بشن، دختر گولشون میزنن و میبرن، حالا یا ازشون دزدی میکنن یا به هر حال کارهای دیگه. ولی باید بدونید که شهر کاملا خطرناکه ولی مردم کاملا خونگرمی داره. یعنی من این خطرناکی رو که ازش فقط شنیدم تو اخبار اینا شنیدم ولی واقع چیزی تا الان ندیدم. البته شاید اون منطقه هایی که باید نرم هم نرفتم، یه دونه دلیلش همینه. ولی مردمش کاملا مردم خونگرمی هستن، مردمی که به شما کمک میکنن. کلمبیا و مردمش به شدت عجیبن، هم مهربون هم خطرناک. بعد گذشت چند روز تازه دارم بهتر میشناسمشون و با اینکه اسپانیایی بلد نیستم ولی باهاشون به سختی ارتباط برقرار میکنم. شبا بیرون نمیرم و حتی روزایی هم که بیرون میرم به راحتی به مواد مخدر پیشنهاد میکنن. حتی مردم معمولی هم تو